سلام. خستنی آقا سید؟ خدا قوت. ممنونم. در چه حالی؟ چی میگی؟ سلامتی. در حال تخته کردن گوشت برای ترکی که تقریبا 1 ساعت اضافیه. سی مشتریان عزیز خدمتشونیم، هم سی بره کباب، هم چنجر، هم شلاک چلو گوشت محلی خودم به قول معروف. و هر روز هم کشتار داریم، روزانه تقریبا 1 دونه گوسفند، همه چی محلی، دوغ محلی، ماست محلی، برنج محلی، گوسفند هم خوش خدا مال خودمونه. کیفیت غذا چطوره؟ کیفیت بعد هر دونه غذا باید بود توضیح دهیم، یعنی تعریف کردن غذا، یعنی بعد اتمام غذا شکر خدا خود مشتری خوش توضیح میاد و با تشکرش و رفتنش دیشه یه چی یادگار ماره برسه تم. اسم رستوران تو چیه؟ بانو ایرانی با مدیریت آبجی رقیه. خیلی رستوران